آن چیزی را که من به گوش شما میرسانم بسیار مهم است، خیلی ضرور است، فقط با توجه باشید. این من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه. چیزی با پیغمبر خدا فرمودند خوش به حالتان که اگر برادرای عزیز بنده های خدا اگر از آن چیزی که پیغمبر خدا اینجا خبر میدهد شما از جمله آن باشید، خوش به حالتان. محبوب ترین شما دوست می‌دارم تو پیغمبر خدا از بین شما آن کسی را و نزدیکترین شما از روی نشست در پهلوی من در روز قیامت کیست؟ اعلان کرد پیغمبر آن کسی روز قیامت همراه من در یک مجلس می نشیند. آن شخصی را من در روز قیامت دوست می دارم. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری می کشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد می کنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. رخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بیندوکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. می‌دارم تو پیغمبر خدا از بین شما آن کسی را و نزدیکترین شما از روی نشست در پهلوی من در روز قیامت کیست؟ اعلان کرد پیغمبر آن کسی روز قیامت همراه من در یک مجلس می نشیند. آن شخصی را من در روز قیامت دوست می دارم. احاسنکم اخلاقا، اخلاق خوب دارد، بچه خوب است، آدمی خوب است. ببین بچه خوب، آدمی خوب. رسول اکرم میگوید من تو را دوست می‌دارم و تو از جمله نزدیکترین شخص ها در روز قیامت همراه من هستی اگر آداب خوب داشته باشی. ببینید آداب خوب داشته باشی. ترمذی رحمت الله علیه در سننش از عبدالله ابن مبارک روایت میکند. از عبدالله ابن مبارک پرسیدند که اخلاق حمیده چی معنی دارد؟ بچه خوب چی معنی دارد؟ آدم خوب چی معنی دارد؟ برادرای عزیز، من در یک موعظه اشتراک میکردم، حتی نام موضوعش نمیگیرم، خیلی دور است از این کولا. دامنه ها موعظه میکردن، مردم به عمل صالح دعوت میکردن، میگفتن برادرای عزیز عمل صالح کنین، لیکن شرح نمیدادن عمل صالح چیست. به این خاطر من خواستم وقتی که محبوب ترین شما، نزدیکترین شما به سوی پیغمبر در روز قیامت آدم اخلاق حمیده داشته باشد، فعل خوب داشته باشد، بچه خوب، آدم خوب باشد، پس میخواهم برای شما روشن کنم بچه خوب کیست، آدم خوب کیست. عبدالله ابن مبارک گفتند
فی التفسیر عن حسن الخلق، در تفسیر حسن خلق اخلاقی زیبا را وقتی از او پرسیدن، حضرت گفتند هو طلاقة الوجه و بذل المعروف و کف الاذی. شرح خیلی زیبا دادن. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت. به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم. انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما نزدیکترین شما به سوی پیغمبر در روز قیامت آدم اخلاق حمیده داشته باشد، فعل خوب داشته باشد، بچه خوب، آدم خوب باشد. پس میخواهم برای شما روشن کنم بچه خوب کیست، آدم خوب کیست. عبدالله ابن مبارک گفتند فی التفسیر عن حسن الخلق، در تفسیر حسن خلق اخلاقی زیبا را وقتی از او پرسیدن، حضرت گفتند هو طلاقة الوجه و بذل المعروف و کف الاذی. شرح خیلی زیبا دادن. گفتند بچه خوب، اخلاق حمیده، اخلاق خوب معناش این است که همیشه انسان کشاده روی باشد، روی کشاده باشد، ترش روی نباشد. گفتی حضرت سعدی مبر حاجت به نزدیک ترش روی، که از خوی بدش افسرده گردی. ببین هیچ وقت نزد آدم ترش روی حاجت طلب نکن. آدم خوب، اخلاق خوب این بود است که چهره آدم کشاده هست. ولی ما و شما هم بعض برادرامون را صفت میکنیم که بسیار یک چهره کشاده دارد. دویم حضرت گفتند بذل المعروف، آدم خوب، اخلاق حمیده معناش این است که همیشه کار خوب انجام میدهد، همیشه از پی نیکوکاری هست، همیشه نیک کار است، نیک نیت است. و کف الاذی، دیگر از اخلاق حمیده معناش این بود است که به هیچ بنده خدا آزار نمی داده است، هیچ کس را غم نمی داده است، هیچ کس را دقت نمی داده است، هیچ کس را تحقیر و تهمت و غیبت نمی کرده است. این از جمله انسانهای خوب به شمار می رود. خوش به حالتان برادر عزیز. اگر شما از جمله اینها باشید، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث هایی که در سنن ابو داود روایت می شود ان المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. کسی که اخلاقی خوب دارد، کسی بچه خوب است، کسی شخصی بی آزار است، در نزد پروردگار در نامه اعمالش نویسانده می شده است روز روزدار، شب به نماز. ببین آدم خوب، اخلاقی خوب، آدمی بی آزار، آدمی نیک نیت در نامه اعمالش چی می نویسانده است خداوند؟ شب در نماز است، روز به روزه هست. حق به جانب حضرت عبدالرحمن جامی است. جان در تن مرد بی ادب لرزان است. جان
اینقدر چیز قیمت است. در تن مردی بی ادب لرزان است. 100 جان بدهی ادب خری ارزان است. 100 جان بدهی ادب خری ارزان است. از بی ادبی کسی به مقصد نرسید، زیرا که ادب تاج سر مردان است. دادرای عزیز، خداوند در سوره قلم پاره 29 از قرآن آیت 4 حبیبش واصف میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم. صدق الله العظیم. ای محمد، چه اخلاق حمیده داری، چه اخلاق نیکو داری، چه اخلاق حمیده داری، چه رفتار خوب داری. خداوند پیغمبر با اخلاق حمیده وصف میکند. قرآن آداب دارد، تلاوت قرآن آداب دارد، سلام آداب دارد، خوردن آداب دارد، خواب کردن آداب دارد، نوشیدن آداب دارد، زندگی آداب دارد، دعوت آداب دارد. ببین همه اینا با خود آداب دارد. هم برای همه این در قرآن برنامه های بهترین جای گذاشتگی است. آداب قرآن این است: باید با طهارت باشیم. بی طهارت داشتن قرآن جایز نیست. امام نووی رحمت الله علیه میگوید آداب قرآن این است که از زانو دائم بالا نگه داری، پایان قرآن نگه نداری. سلام آدابش این است که کلانسالها به خوردها باید سلام دهند. سلام دادن باید دستی با دست باشد، با کشاده روی باشد. خوردن آدابش این است دست هامان شسته می شود، از نزد خودمان می خوریم، بسیار نمی خوریم. خوراکی که در نزد ما می آرد اگر چنده که مزه و لذت ندارد، نزد خاندان خوراک او را طعنه نمیزنیم، یا اگر کم هم نزد دسترخوانش باشد برای کم بودن خاندار مذمت نمیکنیم که بالای دسترخوان و چیزی نداری. همه اینا آداب هستند. حبیب خدا گفتند محبوب ترین شما به سوی من، قریب ترین شما به سوی من در روز قیامت کی است؟ آن کسی که بچه خوب است، آن کسی که اخلاق خوب دارد. دادرای عزیز، منم بچه خوب، منم آدم خوب کسی را میگویم که امروز یک برادر مسلمانش فریب ندهد، حق برادر مسلمانش نخورد، برادر مسلمانش در غایب و در حاضر تحقیر و مذمت و غیبت نکند. این از اخلاق نیست، این از آداب نیست. حتی اینجا یک سوال الحال در دست من داد، خدا نگهشان دارد، جوان است، به خاطر نماز جمعه مکتب ترک ساخته است آمده است. من چندین بارها گفتم برادر عزیز، همون معلم هم دروغ میگوی، همون هم دروغ است. و من برای شما فتوا داده ایستادم. دادر عزیز، مکتب است، درس است، درس بخوان، در مکتبت باش. همون هم عبادت است، خواندن هم عبادت است. برای شما عذر هست شما در همون مکتب اشتراک کنید. همون معلم احترام کردن هم آداب است، درس خواندن هم آداب است. من چندین بار شما رو تاکید کردم. من خودم در مکتب به بهای خوب و اعلا خواندگی هستم. دوست می‌دارم همون جوانی که خوب و اعلا خوان باشد، مکتب خوان باشد. بیرون از مکتب کسی پیش راه شما را نمیگیرد. آمدن نمازتان خواندن گیرید.
لیکن ساعتی درسی دادر عزیز، دروغ نگو. دروغ گفتی گناهکار میشوی. اینم از آداب نیست. انشاءالله من جمعه گذشته در پیشگفتار خود بدترین شما به سوی من کین است، دورترین شما به سوی من در روز قیامت کیست، که دوام حدیث من به پررگی خواندم و شرحش جمعه آینده برای شما میکنم. فقط مقصدم از این حدیث این است که برادرای عزیز و گرامی، در برابر این نماز خواندن، در برابر مسجد آمدن، شما همه آداب و باز رعایت کنید. از همه بالا عبادت خدا و عبادت پیغمبر خدا، شناختن پیغمبر خدا، اینم از بالاترین آداب شماست. احترام پدر و مادر، احترام همسایه ها، اینم از جمله آداب هستند. با آداب باشید، یکدیگر را دشنام ندهید، یکدیگرتان را تحقیر نکنید. همه شما فرزند حضرت آدم هستید، همه شما مؤمن هستید. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. ما یک گروه دانشجویان دانشکده شهر کولاب از شما، شاید دوشنبه باشد نمیدونم، از شما احترامانه خواهش میکنم که با این سوال ما جواب گردانید. میگویند که حاجی وقتی که با ماشین به کوچه و شهر میگذرد آدمان را سلام نمیدهد. این چه معنی دارد؟ هی نمیدهد گناهکار میشود. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. حبیب خدا میگوید اولاترین شما در پیشگاه خدا آن کسی است که اول سلام میدهد. اینجا مقصد از حاجی نیست. حال مردم ما بسیارتر مثال همین ملا و حاجی را میارند، غیر اینها را هیچ وقت مثال نمیارند. گویا که فقط گناهکار همین حاجی ها هست و ملا ها هست، تمام. دیگر این خیر خیادی تماما گویا عیب ندارد. این سلام ندادن ای غیر ملا و حاجی هم سر میزند. این برای عام است، برای همه هست. اینش هم شما به نظر گیرین. اون یک کتاب تبلیغ خواندم، آداب تبلیغ، میگوید آمده که یک شخص نشسته نماز میخواند، در حال او را سیاست نکن که چرا نشسته نماز خوانده ایستاده ای. اول پرس کنی همون شاید پاهاش درمنده است، شاید فشار خون دارد، شاید نفهمد که همین راز خواندن فرض است، مثلا یگان عذر دارد. بعد آن که سخنهای او را شنیدی بعد به سر خلاصه بیا، یکی یک باره بالای او حجوم نکن. مثلا همین حاجی که سلام تا نداده است، شاید بیچاره فکرش پریشان بود، یا شاید ماشین چیزی هست که دیگر هر کس سلام دادی ها که خیلی رها را هم از میدانه نخی در یک شکری میزند، یک ایرا بیراه هم میشود. به این خاطر این عذر نیست دادر عزیز. اگر دیده و دانسته سلام ندهد، خیلیش معلوم است ممکن است جهت یگان نادانیش باشد، نافهمی باشد، تکبریش باشد، انشاءالله اصلاح می شود. لیکن سلام همه ما و شما باید دهیم. سلام ای الاسلام خیرون. ابو موسی اشعری را حدیثش است، از پیغمبر خدا پرسیدند کدام اسلام بهترین است؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. ببین بهترین اسلام این است که کسی را طعام میدهی یا کسی را شناسی نشناسی باید سلام دهی. کسی را میشناسی نمیشناسی باید سلام دهی. اگه امروز روزگار و این جمعیت و این شرایط ما و شما را، بعضی از ما و شما را وادار کرده است که یک شخصی که کمتر شرایطش میرسد، دسترس از پول داره، منصب داره، فلان و فلان است، سلامش میتین. آدمای فقیر و بیچاره و ناتوان و بیکسه کسی سلام نمیدهد، پرواش هم ندارد، لیکن گناهکار میشود. حبیب خدا گفته این سال است کسی را میشناسی نمیشناسی، کسی از دستش کار می آید نمی آید، باید شما سلام دهیم. سلام این قرض است.
آیا به طهارت آیت خواندن در منزلگاه یا خانه ها یا اینکه امر معروف کردن ممکن است یا نه؟ ممکن است برادر عزیز. اگر آدم طهارت نداشته باشد آیت های قرآن، فقط قرآن قپیده نمی توانید، با زبانتان خوانده می توانید، چه در منزلگاه باشد، چه در مثال قد راه باشد، چه در داخل ماشین باشید، چه برای کسی موعظه امر معروف هم به طهارت هم که کنید جایز است، درست است، گناهگار نمیشوید. لیکن همیشه پای به طهارت گشتن این خیلی افضل و بهتر است، نه به خاطر نماز. از همین خانه بیرون شدیم پای به طهارت باشیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، زن را در ورق طلاق کرده روان کنی قبول می شود یا نمی شود؟ مثلا یک کس مکتوب می نویسد که به نام زنش که من تو را 3 طلاق کردم یا تو را طلاق کردم، همین درست است یا درست نیست؟ اولا من طلاق ها را به همه شما گفته بودم که شما روانه فقط به مرکز کنید. ما مثال اطراف طلاق بحث و مناظره نمی کنیم و جواب اینها را برای شما گفتم نمی رسانم. بسیار که لازم باشد طلاق چه با مکتوب باشد، چه با طریق اینترنت باشد، چه با طریق تلفن باشد، چه با طریق یک کس تو برای خود رسول انتخاب میکنی، یک کس برای خود یک نماینده انتخاب میکنی، میگوی را برای زنی من بگو که 3 طلاق است، یا با کدام طریقی نباشد، اگر روان کردی همون عددی که میگیری همون عدد واقع میشود، نابسته از مکتوب، اینترنت، تلفن چیزی نباشد، طلاق واقع میشود. السلام علیکم ای دوست خدا اکای حاجی میرزا، ما برای شما 2 سوال داریم. دختر سرمه یا پودره یا دیگر نمودها را استفاده برد، آیا ممکن است؟ میگن که سرمه کشیدن گناهی سخت است. نه، گناه نیست. برای خواهرای ما و شما سرمه کشیدن، اسمه کشیدن اینها جایز هستند. خدا رحمت کند یوسف قرضاوی را برای زنهای شوهردار میگوید اگر همه آن نمود داروهایی که امروز هست، چه از پودره و چه از لب سرخکنک و چه از تمام دیگرهایی که دارند استفاده برند تا که در نزد شوهرهاشان باز زیباتر نمایان شوند، جایز گفتند، مقصد برای شوهرها. لیکن برای کوچه، برای مردهای بیگانه این البته حرام است. حتی خوشبویی را زدن برای زن که در قد کوچه مردهای بیگانه از بوی خوش من استفاده برند، اینم حرام است، اینم جایز نیست. برای شوهر درست است، پیش شوهرش هر چی میکند برای او درست است، هر نمود زیبایی را بخواهد استفاده برد. و سرمه را حتی برای مردها هم مالیدنش سنت است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در چشمها سرمه میمالیدند. این طبابتی است، این برای بهبودی چشم است. و این خالی در مکه شما روین، در مکه، در مدینه، حتی که در داخل چشمهاشون میمالند برای افزایش، برای که همین چشمها پرده نگیرد. ولی بسیاری چشمها پرده میگیرند، انمونا میگویند که همین برای پیشگیری پرده است، پرده نمیگیرد چشم. در مردم ما حاضر سرمه کنی همه میخندند، میگه سال چی فعل است گفته. در خارج همه مردها حتی فرزندکاشون در دستشون در چشمای میده میده هم بچکایی که دارن سرمه میمالند. این به خاطر شفا هست، این به خاطر هست که در توصیه های پیغمبر خدا وجود دارد. خب دویم سوال، از قفای ملایی که زنش را سر داد بازگشته گرفته است، از قفای همین خیل ملا نماز خواندن درست است یا نه؟
التماس همین جمعه جواب گویید. شرط و ضرور است. خدا نگهبانتان باشد. بله درست است دادار عزیز. اگر همون ملایی که زن از سر داده است باز گرفته است، خب یا سر داده است نگرفته است، هر رنگش که نباشد، از پسش نماز خوانین درست است. زیرا که انس ابن مالک یا عبدالله بچه حضرت عمر از پس حجاج ابن یوسف ثقفی نماز خواندند. این عقیده تحویه دا میگذارد. عقیده تحویه که خیلی کتاب مشهور است، این نزد من هست همون کتاب. همین عقیده تحویه که روی عالم اینو میخواند، در تمام یونیورسیته های اسلامی روی دنیا این عقیده تحویه را میخوانند. خدا رحمت کند. باز پیرو مذهب امام ابو حنیفه است. تمام دنیا میخوانند. تمام دنیا. در همین جا ذکر می شود که از پس حجاج فرزند یوسف ثقفی که ظالم بود فاسق بود. ببینین هم ظالم بود و هم فاسق بود، لیکن مسلمان بود. از پسش بچه حضرت عمر نماز خواندگی هست. به این خاطر اکنون این ملا با یک زن سر دادن نه فاسق شده است نه ظالم شده است. یگان عیب داشت، یگان کمبود داشت، یگان چیزی بود، خیلی خودشان میدانند زندگیشان. سر داده و پس گرفته باشد یا نگرفته باشد، ملا باشد علم دارد، از پسش نمازتان خواندن گیرید. هیچ زلال زیان ندارد. اینجا در یک برادر من سوال کرده است. الحال این سوال نو در دستمان دادن در کوچه. بسیار بچه خوب بوده است، بسیار بچه با فهم و لیکن به علم. بچه که خوب، بچه که ناز با آداب و علم ندارد. عجیب سوالی میدهد. علم نیست. میگه بابای داملا من میتوانم که مذهب امام ابو حنیفه را ترک کنم، امام شافعی را قبول کنم. و برای تو بهترش همین مذهب است، همین مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. برای چه الحال من همین ببین همین تحاوی را برای چی صفت کردم؟ همین حضرت اول در مذهب امام شافعی بود، گشت از مذهب امام شافعی و مذهب امام ابو حنیفه. در برابر یک شبه عبادت حضرت امام ابو حنیفه ایستادگری کردن میتونیم و خودمان به خدا قسم خجالت میشماریم که حضرت چه عبادت های زیبا کردند، چه غمخواری ها کردند. حالا کتاب دارم پیروی سنت نام کتاب است. حضرت امام ابو حنیفه را سخنش میارد که حضرت امام ابو حنیفه گفته است لعنت بر آن کسی که در فتوای خود آیت و حدیث دلیل نمی کند. ببینین حضرت امام ابو حنیفه لعنت بر آن کسی، لعنت خدا بر آن کسی که در حالت فتوا دادن آیت و حدیث استفاده نمی برد. معنا چی است؟ معنا این است که همه آن چیزی که حضرت برای ما و شما تیار کرده گذاشتند همگیش معنای آیت و احادیث رسول اکرم است. دادرای عزیز، پیروی مذهب باشید، از مذهب اصلا بیرون نشوید، اصلا بیرون نشوید. از مذهب کسانی بیرون شوند که مجتهدند، علم دارند، تمام سیحای سیطه را از یاد میدانند، تفسیر را از یاد میدانند، هم قرآن حافظ قرآنند. همین مجتهدایی که وجود دارند همش هم حافظ قرآنند، هم سیحای سیطه را صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، ترمذی، همه اینا حفظ میدانستند. ولی شما را ما پرسید حتی یک متن حدیث نمیدونید، یک متن حدیث اکا همه تا در نظر ندارم، انشاءالله اینجا هست بچه های بفهم. اکثریت شما یک پاره قرآن از یاد نمیدانید، قرآن خوانده نمیتونید. بازم این چی میخواهیم؟ از این مذهب برای ما مذهب دیگر. چرا برای مذهب دیگر میدارید؟ این مذهب امام ابو حنیفه را یک بزرگی دیگرش همین از دادار عزیز، این نشانه آرامی در همین جمهوری ما و شما هست. باور کنید داداران، نشانه آرامی الحمدلله امروز
در تاجیکستان ما آرامی حکم فرماست. به قدر آرامی حالی شما زمانی میرسین که وقتی دواده و پراپر و پران میبینید. دیدیم که واقع احواتون چگونه بود، عبادتتان چگونه بود، فهمیشتان چگونه بود. یک شب 2 ساعت سوید ندهد چقدر نارامین. 1 ساعت آب نیاید اینقدر شما بی‌ضابطه میشین. قوت اینقدر کشاکش شما ندارید. و این خاطر من همه شما را دادار عزیز، نصیحت من به خدا قسم از تحت دل برای شما میگویم، مذهب این رویشی که حضرت امام ابو حنیفه ما و شما داریم همگیش معنای آیات و احادیث رسول اکرم است. خود حضرت گفتند مذهب من حدیث صحیح است. خود حضرت گفتند اگر سخن من در کتاب خدا احادیث رسول اکرم نیافتید به دیوار زده پرچه کنید. از این خاطر ما پیروی مذهب هستیم. ما همین مذهبی که برای خود اختیار کردیم هیچ نقص و کمبودیش ندیدیم. فریفته نشین دادار عزیز، فریفته نشویم. چیزی برای شما لازم است از کدام مسئله نباشد از من پرسیم، از غیر من پرسیم، برای شما جواب ها وجود دارد، جواب میگوییم. لیکن به خاطر همین آرامی که داریم بهترین نعمت است به خدا از دست ندهیم. هر گونه جریان ها امروز برآمدند، هر گونه، شیعه هم هست، تحریرش هم هست، نصرانیش هم هست، زردشتیش هم هست، احمدیهش هم هست. ببین چی خوبی میارن امینا، چی خوبی میارن. اگر ما در همین مذهبی خودمان رفتن گیریم، آن چیزی که من برای شما میگویم، من آدم مذهبی تا امروز بین شما شاید 6 سال یا 7 سال شد موعظه میکنم. تن یکی از شما بلند شوین گوین که حاجی در همونجا فلان جا تو نادرست بیان کردی. ما میتونیم با طریق مذهب در اسلام اون خدمت کردن بگیریم. هیچ جای غلطش نیست داره. در مذهب بودن این نشانه یگان نادانی و نافهمی شما را نشانه میده. به خاطر آرامی همیشه دعا کنید خدا این آرامی را از بالای ما و شما دور نکنه، زیرا ما قوت اینها را نداریم داره. بسیاری چیزهای خوب از دست ما و شما میرن. ولی امروز این برادرها داریم خیلی آمینی بلند میگن، دستای بالای سینه دارن، پاهای در کشاد دارن. خیلی در برابر همین مردم چی در کار همین عمل ها چی حاجت است؟ من دانم که شما با گفتن ترک آمین گناهگار میشین. این میکروفون به خدا قسم هیچ وقت صداش خاموش نمیماند. من برای شما میگم که هم از آمین بلندی که گناهگار میشین، لیکن میدانم گناهگار نمیشین. آمین بلند منم گفتم، مقصد چی گفتم؟ سنت است. در سنت بودن من هیچ شک ندارم، لیکن به معنای آن که نگفتنش هم سنت است، پس گفتنش هم سنت است و اختلاف و نافهمی ها را در بین ما و شما پیدا نمی کند. به همین خاطر من میگم ترکش کنیم برادر عزیز. اینجا یک برادر دیگر، 2 برادر از دوشنبه مهمان آمدن از من یک سوال دیگر کردن که السلام علیکم داملای محترم، بزنم گفتن که اگر تو را خانه پدر و مادرت برم تو به من 1 طلاق، آیا راه دارد که او را خانه پدرش برم؟ خیلی همین قدرت نداری؟ یا همین چی حاجت است که اگر تو را من خانه پدرت برم تو 1 طلاق؟ چی حاجت است؟ تو گناهگار میکنی خودت. خانه پدر مادر رفتن این زن در کار و لازم است و در اسلام نه آمده است یگان عباره و یگان آیت قرآن و یگان احادیث رسول اکرم که وقتی که زنهای شما شوهر کردن خانه پدر مادر نبرینشان، نه آمده است این. وایم پدر است وایم مادر است. برعکس شما توانیم بعضا میان که دعای پدر و مادر تانم میگیریم دعای خسور و خوشتامن هم بگیریم. وایم کلان سالای شما هستن.
و این خاطر راهش این است دادر عزیز، اگر گفته باشی که اگر خانه پدر و مادرت برم یک طلاقی، یکم اینه که وقتی که اگر بردی یک طلاق می شود باز نکاح کده می گیری. دویم صورتش این است که خودت نمی بری، دیگر آدم میگه خانه پدر و مادرش می برد، طلاق نمی شود. زیرا که تو در سخنرانی گفتی که اگر خانه پدر و مادرت برم تو یک طلاق. مقصد تو نبرش، دیگر آدم بگو یک آدم نزدیک، یک آدم محرم همونه گرفته برای خانه پدر و مادرش، طلاق نمی شود. اگر تو بری طلاق می شود. شرطش همین است. خب السلام علیکم داملای عزیز، یک مسئله بسیار مهم هست. ما از دوشنبه آمدیم همین جمعه جواب گوییم. یک ظرف شیشگی را از مغازه در وقتی به دست گرفتن و تماشا کردن ناگهان از دستم افتید و شکست و مبلغ این ظرف 300 سامانی بود. او مرا تاواندار کرد. باز او حاجی است. این درست است یا نه؟ یعنی برادر کدام دکان در آمده است، کدام برادر حاجی سوداگر بوده است. اینا از دوشنبه بچه آمدگی هستند، سوال داده ایستادند. مقصد این مبلغ 300 سامان خیلی مبلغ کلان است. از دست من ناگهان افتید، شکست، ما را تاواندار کرد. همینجا حق جانب کیست؟ برادر عزیز و گرامی، اگر همین ظرفی که شما در دست گرفتین و از دست شما افتید، اگر با ریزاگی خود اگر دکاندار گرفته باشید شما تاوان نمیتین. اگر اجازت از دکاندار گرفته باشین که ممکن است همین ما یک نظر کنم، اگر گوید ممکن است تو برداشتی و از دست تو افتید و شکست، اینجا اسلام تو را تاواندار نمیکنه. لیکن اگر نپرسیده تو برداشته و اگر تماشا کردی و افتید، اینجا تو تاوان میدی. چند مبلغی باشد اون به ذمه توست. زیرا به اجازت نزدیک شدن به مال یک آدم درست نیست. حاجی درست کرده 300 سوم برده تیه دستش. دویم، اگر باشد که به اجازت گرفته باشی. ورقهای قرآن را که تماما خواندنشان ناممکن است، چی باید کرد؟ بعضی ورقهای قرآنی هست که مقصد ریختگی هستند، دیگر هیچ خواندن نمی شود، مقصد پوسیدگی هستند. اینها را در کتابه های مسئله می آورد که مثل قبر کنین، مقصد میدهک می کنین مقدار همون چقدر کاغذی که هست، حتی لحد هم کنید می گوید، برای خاطر احترام این ورقهای قرآن. و در همونجا میگه گذارید زیر خاکش کنید، نه سوزانید که گناهگار میشوید. سوزاندن جایز نیست، فقط گرانید، این حالت در شما ثواب میگیرید. سوم، مسئله ریختن خون از کافر را در مسلمان یا از مرد را در زن یا زن را در مرد چخیل است؟ درست است؟ خون آدم کافر در مسلمان میریزن یا از مسلمان در کافر میریزن، یا خون مرد در زن یا زن در مرد میریزن. ولی خونریزی هست که واقع در بیمارخانه وقتی که همین خدا رحمت کند محمد شفیع رحمت الله علیه همین یک بار چشمم افتیدگی بود در فتاوای محمودی می آرد که ضرورت باشد درست است. مثلا ضرورتش همین است که وقتی که ما احتیاج به خون داریم و خون ما به خون همون آدم کافر است یا به زن است، خواه محرم است یا غیر محرم است، وقتی با خون همون اگر موافق باشد ریزن باکی ندارد، هیچ زلال زیان ندارد. لیکن اینجا یک نازکی دارد، آدمی که خون میدهد قیمت خون گرفتن حرام است.
امروز اکنون ضرورت است در بیمارخانه که میفروشند، اونا ضرورتن، اونا مبلغ هم گیرن میلش. لیکن وقتی من برای یک برادر خون حاجت می شود و برده 100 گرم یا 200 گرم خون ما 10 سامان یا 20 سامان می گم، همین سوم برای من حرام است، زیرا خون خودش حرام است، پیدایش پولی هم حرام است. انا این مسئله هم شما فراموش نکنید. کمک میکنید یک برادر با خونتان، میلش به مبلغ یاردمش کنید، جایز است.